خب بعد از کلی گشت و گذار و توی گاراژهای خاوران و شهریار و پلتفرم‌های مختلف و حالا گشت و گذارهای خیلی زیاد یه ماشین پیدا کردم توی یه جای متروکه که 20 سال خوابیده. الکی میگه. و سال ساختش هم سال 1355. ماشین خسته، خیلی خسته است. ما خستگیشو در میبریم. ماشینی که میگفتم اینه، شکل ظاهریش به این شکل. سال خوابیده بوده. سال ساختش 1355. میبینید که در واقع پوسیدگی‌های زیادی داره. حالا آفتاب سوختگی‌های زیادی در اصل میتونم بگم اصلا از رنگ در واقع هیچی نمونده. خیلی خوشگله، اینه که ماه میمونه. سقفش فرو رفتگی داره، روی کاپوتش فرو رفتگی داره، شیشه ها شکستگی داره. اصلا هیچی از بدنه در واقع از دیتیلش، حالا زه و راهنما و اینا خب در واقع چیزی نیست. داخلش رو ببینیم با هم. داخل ماشین ببینید به این شکله. تمام حالا جزئیات و اجزاش و اینا کاملا فکر میکنم که کامل دیگه الان پوسیده شده. و در واقع فکر میکنم که کاملا احتیاج به یه خونه تکونی خیلی اساسی داره. چقدر همه دکترن واقعا. دور ماشین هم بیا کامل ببینن دوستان. این پشت ماشینه. ببینید وضعیت سپر و وضعیت حالا چراغا و وضعیت پشت ماشین. این بغل هم بیا بی زحمت بگیر. این درش هم اوکی، کاملا وضعیت رو دریا به این شکل. وضعیت لاستیکا من فکر میکنم که اینا همه باید کامپلت بازسازی بشه. بیا ببینید وضعیت موتورش چجوریه. خب این وضعیت داخل کاپوت. یک بی‌وجدانای بیشعور گاب، همینا بدبختا اینا اومدن زار زندگی ما رو به فوتی فنا دادن که به این شکل موتور کاملا خاک گرفته و عملا باید تمام اینا اوورهال و بازسازی بشه. آینشه. جدی میفرمایی؟ بچه ها CD غافلگیر شدم، به خدا خیلی غافلگیر شدم. برق، تشک مبل، بازم تشک مبل، روزنامه. ببینم تاریخش برای کیه. فقط اینجا نوشته 8 صبح تا 8 بعد از ظهر. تاریخ ننوشته. آها سه‌شنبه 4 بهمن 1384. بچه‌ها این روزنامه برای 20 سال پیشه. خودش نوستالژی داره ولی ما نمی‌خوایمش. تو الان داری منو تنبیه می‌کنی یا تهدید؟ پیرن صاحب ماشینه. اینجا رو جارو. این هم نمی‌خوام.
اینو نمیگم برای چیه ولی تو ماشین بود. 1 2 چی شد بابا؟ نه بازم پیرن چیز دیگه ای نیست. تو صندوقش فکر میکنی چی باشه؟ یه زمانی تو صندوق این ماشینا تو مسافرت 3-4 تا بچه میشوندن ها. همون سال 55 56 57 خاطرات شمال مقالی یادم بره شمال باز نمیشه. خیلی وقت به این در باکا من دست ندادم. انگار یه چیز سنگینی افتاده رو این سقف. حالا چی بوده که اینطوری این رفته فرو؟ چون ماشین چپی نبوده، ماشین تصادفی نیست. اینم که یه دونه برف واکن داشته. اینم که خب اینطوریه دیگه خراب. بعد ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. بریم که درستش کنیم. این یه کارو با من نکن. خب تو مستند بازسازی این خودرو با ما باشید. بله امپراتور. از 0 تا 100ش میخوایم برش گردونیم به سال 1355. مرسی. جانم بفرمایید. سلام وقت بخیر. سلام. حالتون خوبه؟ شما کفی و کشنده دارید قربان؟ یعنی نمیتونید بیرون بیارید ماشین رو خودتون؟ نه نمیشه متاسفانه. لاستیک داره ماشین؟ لاستیک داره ولی لوکیشن رو برام بفرستید. مرسی ممنونم. مرسی آقا ممنونم. خدا نگهدار. خدا. آقا سلام. احوالش دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. این توییتاه بعد بیاد داخل اونو بیاره تا جلو در بعد شما زحمت بکشید بذارید. ممنونم. مرسی. دیلاکر صندوقشو وا کردیم روی این گلگیرش ده. خب یه جعبه داشت خیلی بزرگ بود. آره صندوقش. آره جعبه رو باز کردیم توش یه دونه موتور بود. موتور پاشو بازش کرد تو یه دونه موتور یه پاکه 1 لیتری داشت. مثلا موتور رو برداشت. این برای این بوده که وقتی تو جاده جایی خراب شدی سوار موتورشی بری خودتو برسونی. چه شعوری. آها عالی. بکش برو بکش باری کرد. برو برو